رئیس علی دلواری، شهید مبارزه با استعمار انگلیس، همزمان با آغاز جنگ جهانی اول به دلیل موقعیت استراتژیک و اهمیت اقتصادی جنوب ایران برای انگلیس و همچنین ضعف ساختاری دولت مرکزی ایران، نیروهای انگلیسی شهر بوشهر را اشغال کردند. رئیس علی دلواری که 30 سال بیشتر نداشت، رهبری قیام علیه اشغالگری انگلیس را بر عهده گرفت. دلواری پیشتر از پیشگامان مشروطه‌خواه در جنوب ایران بود و همکاری نزدیکی با محافل انقلابی تنگستان و دشتی داشت. انگلیسی‌ها تلاش‌های زیادی کردند تا او را با پول بخرند و مبلغ 40,000 پوند را به او پیشنهاد دادند. علی‌رغم همه این تلاش‌ها، رئیس علی بدون توجه به پیشنهادها راه مبارزه را در پیش گرفت. رئیس علی دلواری با درک شرایط جامعه توانست حکم جهاد علیه اشغالگری انگلیس را از علما دریافت کند. با آمدن حکم جهاد، بسیج مردمی آغاز شد. مبارزین تنگستانی و دشتی به رهبری رئیس علی چندین نوبت به قوای انگلیس در بوشهر حمله کردند. رئیس علی در شورش‌های شبانه ضربات سنگینی بر اشغالگران انگلیسی وارد کرد. در یکی از این حملات دقیق، رئیس علی 2 تن از افسران بلندپایه انگلیسی را به همراه چند سرباز هندی به هلاکت رساند. دلواری با همفکری علمای جنوب طرح حمله سراسری به بوشهر و آزادسازی آن را آماده کرد، اما در میانه یکی از حملات شبانه، در حالی که برای نماز آماده میشد، هدف گلوله یکی از همراهان خائنش قرار گرفت و به شهادت رسید.